نماز و روزه و حج و جهاد و شهادت آدم را به جایی نمیرساند مگر اینکه ولایت امیرالمومنین باشد. امیرالمومنین میفرماد به این کس کمد در خدمت من بود، در کوچه های کوفه میرفتیم، یه از خونه یه کسی یه قرآن خیلی خوش صدایی خارج شد. کمیل حواری امیرالمومنین از اصحاب سر به امیر عرض کرد آقا ای کاش من موی بودم در بدن این قاری قرآن که هر جا او محشور می شود من هم محشور بشم. حضرت همه بریم ولش کن. جنگ خوارج شد، تموم که شد امام دست کمیلی گرفتن آوردن بالا سر یه جنازه‌ای. فرمودن کمیلی میشناسی؟ گفت نه. فرمودن همون کسی که تو آرزو میکردی موی در بدن این باشی، این در مقابل من است. پس تصور نکن آقا حج و نماز و جهاد و شهادت به درد آدم میخوره مگر ولایت امیرالمومنین باشه.